بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. الرسالة الأولى قال هذا العناوين عنوان كتب هذه العناوين الشيخ صالح الفوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. الرسالة الأولى المسائل الأربعة التي تضمنتها سورة العصر العلم. رساله یکم 4 مسئله است که در بر گرفته اونها رو سوره عصر. سوره عصر 4 مسئله رو در بر گرفته گفته شیخ صالح الفوزان موضوع گذاشته. یکی از اون 4 مسئله که در درون سوره و العصر آمده است العلم، علم است. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله. مفهوم؟ اعلم رحمك الله، بدون الله ترى رحمت کند. وقال الشارح قوله اعلم كلمة تشير إلى الاهتمام بالموضوع. شیخ صالح الفوزان در شرح اعلام چنین گفتند که اعلام این یک کلمه است که اشاره به اهمیت دادن موضوع میکنند. فهمیدید؟ یعنی این موضوعی که من و شما خوانده ایستادیم این یک موضوعی بی اهمیت نیست. برای خاطر همین است که در اول این پیش از اون که موضوع رو نامبر کنه به شما چی گفته است شیخ؟ گفته اعلام. معلوم میشه است که این اعلام یک کلمه است که اشاره کرده ایستاده است به اهمیت دادن موضوع. این یک موضوع شوخی نیست، باید که تو چیکار کنی؟ اهمیت بدهی نسبت این موضوع. فاذا قال وقتی که گوید که اعلام فمعناه معنای اعلام چنین میشود که ان الامر الذي سيلقيه عليك امر مهم. معناش چنین بود است که کاری که او را به تو یا که بالای تو میپرتاید یا که بالای تو میآورد این یک کاری مهم است، یا که این موضوعی که این موضوع رو بالای تو آورده ایستاده است میپرتاید، یلقیه میپرتاید، این یک کاری مهم است، این یک کاری بی اهمیت نیست. فهذه الكلمة تدل على أهمية الموضوع التي يبدأ بها فيه. دیده چی گفته است؟ بس این کلمه یعنی کلمه اعلام دلالت به اهمیت دادن موضوع میکند، چنان یعنی که این اهمیت یعنی که مهم است که یا که چنان کلمه است که یبدأ بها فیه، آغاز کرده میشد به همون کلمه فیه در موضوع. فهمیدید؟ برای خاطر این موضوع یعنی که مهم بودنش به همین کلمه باید که آغاز کرده شد. اعلام مختصر کرده شد. مفهوم؟ و معنای اعلام فعل امر من العلم. این فعل امر بوده از کلمه از سخن علم گرفته شده است. ای تعلم. معنای اعلام چی بوده است؟ تعلم یعنی علم آموز. والعلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. علم چیست؟ علم در کردن یک چیز است على ما هو عليه الواقع، با آن طرزی که واقعا همین خیل است. فهمیدید؟ علم چی بوده است؟ علم در کردن یک چیز است که همون چیز در واقع همین خیل است. او تصور الشيء على طبق الواقع، یا که تصور کردن یک چیز است طبق واقع. یعنی همون گفتی شما هم تصور میکنید که مثلا نیامده هم تشخیص تخمینا میگه که من تصور میکنم که کیمه مثلا کشتی یک چیزی است که مثلا درون او یک مقدار معین هوا دارد که اطرافای او برداشتگیان برای غرق نشود در آب. گفته تصور میکنه. بعد تصور کردن تو یکی میبینیم که کشتی طبق واقع است، همون چیزی که شما اپیسانی کرده همین خلاصه. اینی چی میگوین؟ این علم میگوین، این علمی تصوری میگوین. اما علمی درکی چی خلاصه؟ علمی درکی مثلا یک چیز شما دیده
مانند همون گفتگی تو خبر میده. من یه دیگه میگه کشتی عبارت از فلان چیز است، فلان چیز است گفتم میگیره. بعد از گفته شما میرویم میبینیم که همون گفتی شما در واقع همین است. اینه چی میگن؟ این علمی درک شما درک کردید. مفهوم؟ بله. و ادراک الشیء على خلاف ما هو عليه في الواقع او تصور الشيء على خلاف الواقع هو الجهل. حالا که میگوید که و درک کردن یک چیز شما درک میکنید ولی على خلاف ما هو عليه الواقع، خلاف واقع. من میدونم میگیم که گفتگی شما با واقع چی طوله نمیگیره، خلاف است. یا که شما یک چیز تصور کرده استادید علی خلاف الواقع، خلاف واقع است. اون تصور شما رو دیدیم قیاس کردیم تماما نادرست بیاد. این چی میگن؟ هو الجهل. این دیگه نادانه میگن، این جهل میگویم. و هو ضد العلم. جهل همیشه ضد چی است؟ ضد علم است. مفهوم؟ فهمو؟ قول شیخ گفت که رحمك الله تو را رحمت کند. هذا دعاء لطالب العلم. این برای طالب علم چی است؟ دعا است. یعنی شیخ الله رحمتش کنه دیده چقدر سال پیشتر و در حق من شما دعا کرده است. فالشيخ يدعو لطلبة العلم. شيخ دعا کرده است برای طالب علمان بأن يرحمهم الله که الله اونها رحمت کند اونها را. و ان یلقی علیهم رحمته. دعا میکند که الله بالایشون رحمتش اندازد. فهذا فيه التلطف من المعلم بالمتعلم. پس این یعنی با چنین عباره سرکردن نصیحت، با چنین عباره سرکردن درس، در این یک لطف، یک مهربانی است از طرف معلم نسبت متعلم تعلیم گیرنده. و انه یبدأ بالکلام الطیب که او کلام خود را با سخن پاک آغاز میکنه یا که درس خود را. و دعای صالح و با دعای نیک. دیدید این یک تعلیم است. خواه فرزندتون تعلیم میدید، خواه زنتون، خواه با دیگر بیگانه خیش و تبار شما تعلیم میدید، باید که در اسلوب شما یک دعا باشد که یک دعای خوب باید باشد. ضربه و حقارت کرده بیاد خونید گفتن این اسلوب نبوده است. همین شیخ یعنی که مثلا تعلیم داده است حتی یؤثر ذلك فی تا همین اسلوب تأثیر بخشد در کی؟ در طالب علم یا که در فرزندتون یا که در زنتون. فهمیده؟ یؤثر یعنی که تأثیر بخش شود. و یقبل علی معلمه. و این فیل اسلوب قطع سر کردن با اون خاطر است که یقبلو بیاید به طرف معلم، نگریزد. یقبلو بیاید. این خیلی که در قد کوچه ها باید معلم بینم گریختن گیره این کوچه با اون کوچه هم کوچه چی برسه در پیش معلم ماید. باید که تو یعنی که این زنده از دو جانب یک چیز هست. یا طلبه تنبل هسته که میگریزه معلم، یا که معلم یعنی که چی هسته؟ منفور هسته، منفور گردان هسته، یعنی که درشت و دخل هسته که میگریزه. اما اذا بدأ المعلم بالكلام القاسي. اما وقتی که معلم سخن خود را درس خود را آغاز کند به سخن سخت، درشت، قاسی، سخت، و الكلام غیر المناسب، به سخنهای ناجویه، حقارت دشنام شما آدم نمیشه، شما انسان نیستید، نعوذ بالله. فإن هذا ينفر. چنین یعنی افعال چنین کردار طلبه را میگریزاند. خیلی الله سبحانه و تعالی ما و شما را از طلبای گرداند که نگریزیم و از مدرسای گرداند که مثلا لطف نگریزانیم. بله. فالواجب علی المعلم. وقتی که ما این گپا رو میگیم بسیار طلبا رو ببینیم که طلب معلم نمیکنن، فقط عیب در معلم میبینن. این هم یکی از یعنی علامت‌های مثلا همیشه وقتی که یعنی که شیخ‌ها و معلم‌ها عیب میگن حس کردن که من دوست داشتم، ما رو دوست داشتم. اما خرسند هستیم وقتی که میگن با خاطر میگم که ایشون نوردین هم خیلی بود یا که فلان ایشون درسش خیلی بود. نه ویرو مونه بتون. و نوردین و دیگه مرزا و دیگران مونه دستیاشون و دادزنی و فلان.
فقط ما درس برای خود ما گرفتیم که ما خود ما مانند آداب شیخ محمد بن عبدالوهاب آدابگیر باشیم، آداب داشته باشیم و حرکت کنیم که طلبه ها هم یعنی که مثلا همه خیلی مراعی باشن، رعایت کن باشن. و علی من یدعو الیه فالواجب علی المعلم، و معلم ها واجب است. و علی من یدعو الی الله، و به کسانی که دعوت به سوی الله میکنن واجب است. و علی من یأمر بالمعروف، و به کسانی که امر به کارهای پسندیده میکنن. و ینها عن المنکر، و من میکنم مردم را از کارهای ناجویه. واجب است چی؟ التلطف مع من یخاطبه بالدعاء له، لطف سخن ملایمی کردن به کسانی که به همون کس خطاب میکنن، گپ میزنن، صحبت میکنن، دعوتش میکنن. این به چی؟ با کدوم اسلوب میشود؟ به دعای له، الله نگهدارتون باشد. مثل الله شما را از خوف و خطر، الله شما را از زیانی که بلای زمین آسمان نگه داشته باشد، الله شما را عالمی با عمل کند، الله شما را مثل صحابه ها یعنی که مجاهد کند. یعنی دعاهای خوب کردن و ثنای علیهم، تعریف کردن. بعضی طلبه اصلا این درس ها رو شنیدن که از ما شیخ هیچی نمیشه، یک ما رو نصیحت نه، انشاءالله میشه. اما چی میشه؟ دادای ما مثلا چوبون گذشته، این گذشت، دهقان گذشت، نه انشاءالله پدرتون خیلی بود، یعنی که شما انشاءالله امید است که خوب میشه. و کلام لین، سخنای ملایم قطعی آغاز کند. فإن هذا ادعى للقبول. انا همین اسلوب میبود، انا همین اسلوب یک مدد کننده تر است به قبول کردن. این گپاتون یعنی که تیز مدد می شود به قبول کردن یک کس دعوت شما را، درس شما را، یا که فهمیدن درس شما را. خیلی وقتی یک طالب مثلا حقارت دشنامش کردی و فقط همون فکر حقارت شما کردی سر است، من نمیدونم رفعش چی و نصبش چی و چون که شما به جهرش کرده، چون که شما به حقارت و به دشنام چیکارش کرده؟ نه رفعش میکرده دردی بخیر برداشته نه، نصبش هم میکرده و نه شما جهرش کرده. مفهوم؟ اما المعاند والمكابر فإن هذا له خطاب آخر. اما گردن شخ و مکابر، خودپسند، این یک کس میبینید خودش صحبت میکنه که خودپسند یا فإن هذا له خطاب. نه این خیلی آدم ها باید دیگه خطاب دارن، دیگه اسلوبی دعوت دارن، دیگه اسلوبی دستی دارن. قال سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى میفرماید که ولا تجادلوا اهل الكتاب، با اهل کتاب شما بحث نکنید. مراد از اهل کتاب کیان؟ یهود و نصرانی ها. با اونها شما بحث نکنید. الا بالتي هي احسن، مگر به چنین اسلوب بحث کنید که اسلوب شما از اسلوب ویا چی باشه؟ زیباتر باشه. یعنی اهل کتاب هم که باشد، با یهود شما صحبت کنید، با نصرانی هم که صحبت کنید، شما باید که آداب رعایت کنید. خیلی با حقارت روسی کردن گرد نصرانی ها، شما حقارت روسی کردن با دقیقتش کار الله بگید، الله سکزم پرروس سکزم بگید، با اوچش بگید حقارت کنید، داداش بگید حقارت کنید. بعد تو میگوید که بعد فرق من تو چیه نمیگوید، فقط یک می تو قال الله گوشوری مخفر کن، باید آداب من فرق کنی میگوید. إلا الذين ظلموا منهم، مگر بظالمان از اونش که تماما درشت و کوپرگف و دقلگف هستن، معاند هستن، باید دیگه اسلوب دیگه ملایمه نمیکنی. و قولوا، بگوید شما آمنا بالذی انزل الینا، ما ایمان آورده هستیم با اونی که به ما فرود آورده هستیم، با قرآن ما ایمان آورده هستیم. و انزل الیک، و اون چیزی که به شما یا تورات و انجیل که به شما نازل شده ما ایمان آورده هستیم. و الهنا و الهکم واحد، معبود ما هو معبود شما یک است. و نحن له مسلمون، ما سرخم کننده او هستیم، ما مسلمان هستیم برای او، ما اصلی الله. آخر ربنا گفته که الهنا الهکم بکن، یعنی سوره عنکبوت. فالذین ظلموا من اهل الكتاب، پس ظالمانی از اهل کتاب، و عاندوا، یعنی ظلم کردن و گردن شخی کنن
و کابرو و خود پسنده کنند هؤلاء لا یخاطبون باللتی هی احسن. چنین کسا را خطاب کرده نمیشود به اون طرزی که اون طرز چی باشد؟ خوبتر باشد، ملایم و سرش دست کردن و حفاظت کردن گرده و خیر نمی بود. بل یخاطبون بما یردعهم، بلکه ایشان را به چنان اسلوب خطاب کرده می شود که ایشان را باز دارد، دیگه دهنشون رو باز دارد. فهمیدید؟ یعنی خفشن، یعنی بل یخاطبون، بلکه این چنین انسان ها را، دغل ها را خطاب کرده می شود به چنان اسلوبی که اسلوب شما ایشان رو چیکار میکنه؟ یردعهم، اخستارت نمیست، میدارشون. فهمیدید؟ دیگه دنگ شدن نمیتونن، دیگه حقارت هم کردن نمیتونن. قال تعالى الله سبحانه وتعالى بقيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وسلم درس میترکیم، درس برای ما و شما تعلق داره. میفرماید که یا ایها النبی، ای پیامبر، جاهد الكفار والمنافقین، با کافرها و منافقها مبارزه بکن، جهاد کن. وغلظ علیهم، دروش باش برای اونها. برای اونها چی باش؟ وغلظ، خوپر و دروش باش، سخت باش، سوسگیری نکن. کافر سوستی کردی زیاده صد بکنند، منافق سوستی کردی زیاده صد بکنند. و مأواهم جهنم، جایگاه ایشان جهنم است، نعوذ بالله. و بئس المصیر، چی بازگشت بد است، چی عاقبت بد است که انسان میمیرد و یک امید آخرون میبینید که به جهنم داخل میشه. التوبه. المنافقون لا یجاهدون بالسلاح، منافقها را با سلاح جهاد کردن نمیشه. در دور پیامبر در مدینه منوره مسلمانان قدرتی بزرگ داشتند، دولت اسلامی بود، ولی در دورشون منافقای بسیار بودن که به انگوش اشاره کردن نشونش بده این منافقای گفته میشناختنشون، لیکن اونا رو جناب پیامبر صلی الله علیه و آله نمیکشند و آیت هم وارد نشد که اونا رو چیکار کنه پیامبر صلی الله علیه و آله. برای همین جهاد کن، در متن آمده است که جهاد کن با کافرها و با منافقها، ولی حدیث اینها رو تفسیر میکنن. با کافرها چه جهاد کردن و با منافقها چه جهاد کردن فهمونده است در حدیث ها. و انما یجاهدون بالحجه والكلام والرد عليهم بالغلظه ردعا لهم و تنفيرا للناس عنهم. و برعکس جهاد کرده میشد اونها را با چی؟ با حجت و با سخن و با رد کردن علیه اونها رد میکنیم. با چیز؟ بالغلظه، با سختگیری، رد لهم، برای اونها را بازداشتن و مردم را از اونها منفور کردن. همین که سختگیری میکنید که قضیهشون که دیگه مردم و یا از دهنشون رو باز دارن و مردم از اونها نفرت کنن. بریزن منافقه گفته در صحبتش نشینن، ما باید در صحبتی اونها شسته فریفته نشن. وقال تعالى فيهم، الله سبحانه وتعالى در حق منافقا گفت که وقل لهم في انفسهم قولا بلیغا، ای محمد برایشان در حق خودشان گپ زن. فی انفسهم، درباره خودشان چنان سخنهای گو که قولا، سخنی تو چه خیل باشد؟ بلیغا، تأثیر بخش باشد. ای مؤثرا قویا یبلغ شغف قلوبهم، چه خیلی که میگویم همین خیلی یک سخنی تأثیر بخشی گو که سخنی تو رفته از بدنشون، از پوستشون، از استخوانشون گذشته به پرده دلشون تأثیر بخشه. فهمیده؟ یعنی منافق گو وقتی خطیشون صحبت میکنه و هیچ تا هر طرفه مخیله گوش نمیکنه، فراد نفهمه گفتن پرده گیرم دیگه گوشی باید. برای من چنان سخنی میگویی که در باری خودشون از بیرنگم نزن، مثال فلسطین بین اینا مون در باری خودش چنان گو که الله تو رو میسوزند. منافقات در پایانترین طبقه دوزخ هم همه که در باری خودش خودت همه که میگویی که همون سخنی تو با مثال یک کار ده شود که پوست و استخوان او رو سوراخ کرده بر پرده قلبشون باید تأثیر بخشد. همین قولا بلیغا چنین تفسیر دارد برادر عزیز. نعم، هؤلاء لهم خطاب خاص. خلاصه این چنین انسان منافقها خطابی مخصوص، یعنی درسی مخصوص دارد. فهمیدید؟ اون درسی که به مؤمنهای خاکسار و طالب علم میکنی، این درس‌ها با باید خوره نمیگیرن. فهمیدید؟ هؤلاء لهم خطاب خاص.
درس مخصوص دارم، دعوتی مخصوص دارم. اون دعوتی اونا را گو شما نمیتونه به این بیچاره و به طالب علم استفاده بدن. طالب علم میکفن تحقیقی نمیگریزن. انا اسلوب دعوت. لانهم اهل عناد و مکابره. چرا؟ چون که اونها یعنی اون منافقها اهل گردن سخن، یگربن، خودپسندن، ولا یریدون الحق. حقها نمی باشند و یا خواهان حق نیستند. بل یریدون تضلیل الناس. بلکه ایشان گمراه کردن مردم را میخواهند. فهؤلاء یخاطبون بما یلیق بهم. اینها را چنان خطاب کرده میشود که با آن چیزی که به خودشان لایق میباشد، به خودشان لایق بودگی دعوت قطع اینها را چی کرده میشود؟ خطاب کرده میشود، دعوت کرده میشود. مفهوم؟ انتم معی و انتم نائمون. الحمدلله. اما طالب المسترشد، نگاه کنید، اما یک طالبی که و چه طالب است؟ مسترشد است، طلبی راه میخواهد، راهگم کرده میخواهد از شما راه پرسد. بسم الله. فهمیدید؟ اما طالبی مسترشد یعنی که راه پرس. مسترشد چیه؟ راه پرس، از شما یک راه میپرسد. فهذا یخاطب بالرفق والرحمت واللطف. چنین کسا به مهربانی و به ملایمه و به لطف و مرحمت خطاب کرده می شود. لانه یرید الحق. چرا؟ وی آخه حق ها می باشد. و یرید العلم. وی علم می خواهد. و الفائدت. و چی می خواهد؟ فایده می خواهد. چی می خواهد این؟ فایده می خواهد. یک کس فایده خواهد اگر چون کردن به فایده و به این معاملی خوب کردن لازم میاد. قول شیخ محمد بن عبدالله با شهر داده است، ولی آن تمام نشد است. گفت که اعلم رحمك الله. گفتن الله تو را رحمت کند. دعا لك بالرحمه. شیخ صالح فوزان مورد فرمودن که ای طالب، این شیخ هم تو دیلی بیدلان به تو رحمك الله نگفتن میگو. سبحان الله. فهمیدید؟ هر یک انسان که هم تو کتاب که گرفتن، من کتاب اصول ثلاثه خواندم، اعلم رحمك الله. نه، تو وقتی میخوانی درک کن که چند سال پیش یک عالم بزرگ مجدد دین تازه کرد، از تمام آلودگی شرک و بدعت و دیگر خرافات ها تازه کرد. بگی آدم نگاه کنه که علما زنده هستن بعد مردنشان هم همین معنا داره. دیدید میخوند محمد بن عبدالله به یادتون میرسه در حق شما دعا کنید. برای همون میگم که علما زنده ان بعد مردنشان هم. جاهل ها مرده هستن، نامرده مردند. انا گفته است است که این مثل احمد یا آوازو شنیده میشود. الله هدایت کنه. الله سبحانه و این یک مهربانیه. من شما را الله سبحانه و تعالی خلاص کرده. خیلی والله میگم این شوخی نیست. این برای افساتی اینم نیست. برای خاطر اون که همین وقتی که یک کسی میبینید حالش هم اصلا مثال میگم. میبینید که ابوبکر شده وقتی نماز یو ابوبکر شده داد گفته سبحان الله. شما الله بگید که هر یک کسی که با کدوم آواز و با کدوم آیه به همون آواز میخیزد. نعوذ بالله. الله نکند که مثال گیریم بعد میگویتش که تلقین که قل لا اله الا الله عیش گفتن میده بکی گفتن گرد چی میشه ده. نعوذ بالله. شیخ صالح الفوزان من شما رو خاطرسون کرده با تکرارا گفتن که شیخ با شما گفته است که اعلم رحمك الله، الله تو را رحمت کند. بدان دعا لك بالرحمه. فراموش نکن که این دعای در حق تو بالرحمتی با رحمت تو دعا کرده. نگاه میدیم لکه به فایده میشه برادر، لکه به فایده تو میشه. اگر علیک باشه بر ضرر تو میشه. انا فرق بین لکه و علیک بر ضرر تو میشه، لکه بر فایده تو. این دعا به فایده تو نه یا خیر رحمت دوست داره. برای همون وقتی که به جای رحمت دیگه چی بیاد اگر برادر گوش کنه، وقتی به جای رحمت در قرآن اگر دیگه چیز بیاد فلعنت الله
علی الکافرین گفتگه علا گفتگه لعنتی الله به کافرها بود. معلوم میشد که در وقتی که دعا نیک باشد لکه لام ختم میبرد، اگر دعای بد باشد اگر یعنی که علا ختم میبرد فلعنتون علی الکافرین. احمد دادین نه؟ این رحمت الله سبحانه و تعالی من شما رو به رحمتش گرفته باشد. فاذا رحمك الله وقتی که الله تو را رحمت کند فانك تكون سعيدا بها في الدنيا والاخره، تو به طفیل رحمت الله خوشبخت میشوی، سعید سعادتمند میشوی بها به چی؟ به همون رحمت الله. در کجا؟ فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. فهمیده برادر؟ هم در دنیا را یعنی که تو سعادتمند میشی، هم در آخرت. سبحان الله. اذا دخلت فی رحمت الله، به شرطی که تو در اومده باشی در رحمت الله، به شرطی که الله قبول کرده باشد، به شرطی که الله تو در صف همین کسانی که در رحمت الله داخل صف قبول کرده باشد. و هذا دعاء من عالم جلیل، این یک دهخون نیست. این دعا یک دهخونی یا که یک آدمی بیکاره نیست که در حق دعا کرده که ممکن قبول شد ممکن قبول نشد. نه، این دعا از کسی است که اون کس عالم جلیل، عالم بزرگه. و رجل صالح، از یک انسان صالح یرجى له القبول، امید است قبول شدن. فهمیده؟ از چنین عالم ها، از چنین دانشمند ها دعا گرفتن امید است چی؟ قبول، امید قبول شوی ان شاء الله. حسد شیخ یعنی مراد از همون عالم بزرگ کیه؟ شیخ صالح الفوزان چی کری گفت دیگر؟ یعنی شیخ محمد بن عبدالوهاب ابن سلیمان ابن علی در حق من شما دعا کرده. این یک آدمی و تمام دنیای کفر در لحظه در آورده این کس. فهمیده؟ یک موضوعش تمام شد. اگر خواهد تمامیده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.